خیلی قراره سم باشه. پشمام کیوت کیوت کیوت. ذهن منحرف نداشته باشی دوستان، ذهن منحرف خیلی چیز بدیه. سلام بچه هاتون چطور؟ من تاتانکو هستم. خوش اومدید به ویدیو جدید، ویدیویی که قرار خیلی تمیز باشه. ویدیو راجع به چالش تغییره، یعنی از اونجا که شما خودتون زدین روی تامنیل اومدین تو میدونین که راجع به چالش تغییره. خیلی قراره سم باشه. قبل از شروع ویدیو لایکو بزنین، ساب بکنین، کامنت بزنین، واسه دلگرمی منه. همین کاری که خودتون میدونین انجام بدین دیگه. اوکی بریم سراغ ویدیو. خب ویدیو اول نوشته که با من از تغییر حرف نزن. دختر خانمی. اوکی بریم چی. نحن لم نولد ولا في اولی شیت ماشاءالله. نوشته اونم بدون هیچ تغییر و عملی. دمت گرم. اوکیه، یعنی با ورزش و چیزی میشه. اون چهره که من دیدم خودش بعد از سن بلوغ بوده، ولی اوکیه دیگه. ماشاءالله ماشاءالله. اوکیه واقعا. البته داره فرم چشا و لب اینا همش آره این خودشه. آره قشنگ معلوم خودش تغییر کرد، ولی اوکی اوکی. بریم سراغ بعدی. خب ویدیو بعدی نوشته که های My name is. خب یه پسر هست. خب آهنگ داره. ماشاءالله عجب بدنی داری پسر، خیلی خوب شده بدنش. دمت که مثلا زاویه فکر کن شما اینطوریه، مثلا چرا اینطوریه. دمت گرم. خود رگای سادش اینطوری گرفته اصلا از اینجا. من دمت گرم خدایی. ماشاءالله ماشاءالله. شما معلومه بدن رو ساختی و آره اوکی. بریم ویدیو بعدی. خب ویدیو بعدی نوشته که های مای بازم همونه میشه های my name is. بابی دختر خانومی هم. ماشاءالله ماشاءالله. یه لحظه بازم من باید دیگه رو نه. ماشاءالله ماشاءالله خدایی چیز خوبی بود. چیزی میشه، یعنی شما با بعضی آره دیگه باید با بعضیش اینجا کرد، چون بهش نمیخورد که با چه میدونم عمل و جراحی و اینجور چیزا باشه، ولی اوکیه اوکیه. ماشاءالله. چند زبان قاصرم فقط ماشاءالله. فقط واسه این خانم کلمه ماشاءالله جایز است. اوکی ویدیو بعدی. تو خاک تو سرت، خاک تو سرت. بریم ویدیو بعدی. ویدیو بعدی نوشته که بزرگ بشم چه شکلی میشم. که بلون که میشه، یعنی هنوز بچه هست، هنوز سن بلوغ نرسیده حتی. ماشاءالله چهرت که تغییر نکرده، فقط همینو مثلا بزرگ شد. یعنی چهرت همونه، چهره اون دقیقا همونه، کوالیتیش فقط بزرگ شده. قشنگه. باری کلا تیپ استایل هم خفن عالی. فقط اون یه چیز قشنگ و لب ساحل هم هستی و مثل اینکه شما آره قشنگ خدای قشنگ. خب بریم ویدیو بعدی. نه نریم ویدیو بعدی. نه عکس دیگه هم هست. نه نریم وایسا. خب باریکلا همونه دقیقا بزرگ شده دیگه. آره عکسای دیگه شه مثلا دسته گل چی میگه؟ دسته گل چی میگه یا بفرست تا که جای خوب ببر. ببین جای خوب ببر. شما اگر با این سنت ازدواج کرده باشی من با برم بمیرم، چون تهش مثلا به شما میخوره که تهش واقعا میخوره که تو چه میدونم یه تهش 18 نزدیکای 19. از واقعا شک کردم. پشمام خدا کنه که دستگاه رسوایت نباشه. اوکی بریم ویدیو بعدی. خب ویدیو بعدی نوشته که چطور شد یه دختر خانمی تازه از هم اومدن.
بلند سرشون دیگه. اوکی ببینیم چیه. باش. پشمام. عجب چیزی شدی بابا، باری کلا. ولی خدایی چیز خفنی شدی، باری کلا. جدی مثلا چی بگم، همون چیز خفنی شدی، چی بگم، دمت گرم. اصلا لبخند ژکوندی که زدی دلم چه دخترایی داریم ما، واقعا چه دختره ایرانی واقعا خیلی قشنگه، واقعا همتون خوشگل، واقعا همتون عالی. یعنی هم یه دختره اروپایی قشنگ، یه دختره آمریکایی پول. به خدا هیچ دختری اندازه دختره ایرانی قشنگ نیستن، به خدا قسم. حالا بعضی اونها که دختره آفریقایی، نمیخوام بگم که مثلا چرا دختر آفریقایی بدن اروپایی فقط اینا، ولی خب همین دختر قشنگه، ولی دختر ایرانی چیز دیگه. همه تونش بید، همه تونش بید. اوکی این دختر خانم هم یکی از شما هست دیگه. اوکی بعدی. خب ویدیو نوشته که های آیا دختر خانمی هستیم که نیمتنه پوشیدن گوگلی ناناس. اوکی ببینیم چیه. نانی بربری گوند پرتغال. دمشکمی یه دونه تنز بود. دمشکم به نظرم کوچیکیات قشنگ‌تر بود. واقعا کوچیکیات قشنگ‌تر بود، ولی اوکی. خیلی قشنگ بود، خیلی قشنگ بود که مثلا بعد این هم ویدیوهای عجیب غریب و تغییرهای چیز یا طنز ببینی قشنگ بود. خب ویدیو بعدی چی ننوشته؟ یه دختر خانومی که نمیشه گفت، یه خانوم هستن که ابعادشون زیاد میگن، مثلا ابعادشون گنده است. تو میدونی چی میگم دیگه، بیشتر از این نمیخوام توضیح بدم. ابعادشون گنده است، همین. اوکی ببینیم چیه. خب بابا ماشاءالله، بابا باریکلا، بابا باریکلا. مثلا این دست داره، این اصلا دست داره، این تغییر عالیه. یعنی شما کمر همت رو بستی، گفتی من میخوام لاغر کنم. البته خدا کنه که عمل نباشه، چون عمل خیلی داستان داره. مثلا ما خودمون یه فامیل داریم، عمل کرده مدش اینقدر شد، مدش اینقدر شد، یعنی سر سفره که میشینه 2 تا قاشق بیشتر نمیتونه غذا بخوره. خدا کنه که اونجوری نشده باشی، ولی اگه با ورزش و اینجور چیزا باشه خیلی اوکی. دمت گرم، خدایی دست داره، ماشاءالله. واقعا دارم میگم کمربند چی؟ کمر همت رو بستی واسه لاغری کردن. قشنگ معلوم یه تولدت هم هست. باریکلا تولدت هم هست. آره دمت گرم، قشنگ به سلامت خود رسیدی دیگه. ولی باز هم میگم خدا کنه که عمل نباشه. قیافتونه که قشنگ شیک عالی. اوکی بریم بعدی. ویدیو بعدی نوشته که یه عدد زده نوشته 10. یه این دیگه واقعا دختر خانم چاقی هم، یعنی ببخشید ابعاد گنده ای هم هستن. ابعاد گنده هستن. آره بریم ببینیم چی. سایز کفشش و اول فاز این قشنگ معلومه چلو قبر. سایز کفشش چلو قبره. اوکی بریم ببینیم. از اعتقاد مستکی دگل مسئله کمه جامعش نابود کرده. یک دانشگاه پیام نور ام زیبایی عمله که آمینه ام چالش تغییر نیه که دکا خراب والله پشمام بابا، اصلا چه قیافه ای داری، باریکلا. اصلا به پایین تنه اصلا دوستان از ما چشمم پاکه. چی فکر کردین؟ از گردن به بالا رو من دارم میبینم. اصلا خیلی قیافت قشنگ شده. اون
اینطوری که کردی تو ابرو میخوای آفتاب بهت نخوره. البته آفتاب که اونجا تیز نمیزنه ولی اوکی خیلی قشنگ شده. قشنگ معلومه اون چربیای اینجا رو برداشتی یه ذره شو آوردی پایین، یه ذره دیگه شو آوردی. اوکی خیلی خفن شدی. ادامه هم داره. دیگه همینه. آره واقعا قشنگ شده. عکس چاقوشو گذاشته، عکس کنار لاغرش. باز هم میگم خدا کنه که عمل نباشه، چون کمرش خیلی تنگ شده. یعنی ساعتچین خوبه چی کمرش تنگ شده، یعنی به اینه که کمرشون تنگ شده میخوری که عمل کرده باشن. ولی باز هم جنبه مثبتش رو نگاه میکنیم. با ورزش واقعا ورزش چه کارایی میکنه با آدما. ولی دمت گرم هیکل خفنی ساختی. اصلا آدم چشش میره. ولش کن بریم ویدیو بعدی. لال شدم. بریم ویدیو بعدی. خب ویدیو بعدی نوشته که بازم هایمن این که اصلا کلا این آهنگ واسه این چالش تغییره. بازم یه دختر، چرا همش دختر ادمین من خیلی همش دختر جدا کردی. یه دونه پسر اون نبود که همون خیلی خفن شده بود. اصلا چیز اینطوری مثلا اون به عنوان یه وعده غذایش منو میخورد. اوکی. دختر خانمی هستن، خوشگلم هستن، معلومه. خب بچه ها دیگه اوکی. بریم. واقعا پشمانم بابا، باری کلا. مدل روز آها مثل اینکه آره مدل هم هستن. مدل هم هستن. عجب مدلی هم هستن. بابا ماشالله اصلا لباست خیلی بهت نشسته. باری کلا لباست خیلی بهت نشسته. آقا چیکار داری شما لباس دقت کن. فقط یکاشون گوشی رو نمیگرفت که ببینیم خودتی یا نه، چون امکان داره چون عکس یکی از این مدل‌ها رو گذاشته باشی. ولی اوکی ببینیم ادامه داره. نه دیگه ادامه نداره. دمت گرم. ولی ویدیو بعدی. خب ویدیو بعدی دختر خانومیان. تاپ یا نیم تنه پوشیده خانم. من گاه از لباسه خانما بارم نیست. این تاپ یا نیم تنه است؟ فکر کنم تاپ باشه. اوکی حالا ویدیو چه اصلا بحث خارج نشه. هر کی با ما بوده داشته داستان زیاد داشت. با ما بچه کار فیلان همه پول و طولوله خشابا گلوله خدا داشت بودم کی پسمی بودم همینا. یعنی این باید تو قبلی نمیدونش قبل آرایش، این یکی نیست بعد آرایش، چون تفاوت سنی که نکرده. این میشه قبل آرایش، این میشه بعد آرایش. واقعا آرایش چه چیزی مهمه. تیپ و استایل هم خیلی مهمه. تیپ و استایلش قشنگ شده. چهرهش هم که قشنگ نانا از گوگل عالیه. عالی کلابت. قیافشون کیوت. لفظ کیوت رو دوست دارم. کیوت بستش. بریم ویدیو بعدی. نوشته که نداره. یه دختر خانومی هستن که خیلی خوشگلن. واقعا خیلی خوشگلن. همچنین درسته مثلا خودشون تغییر کردن. مثلا باید میزش با من تغییر کردش. اوکی بریم چیه. کی با ما بوده داشته داستان زیاد داشت. با ما بچه میری اینجا همه پول و طولوله خشابا گلوله اکیپ ما میگه فقط بودم دوستان دارم قیافه رو میگن میگه آرایش کردنشو. ذهن منحرف نداشته باشید دوستان. ذهن منحرف چیز بدیه. قیافه رو شما نگاه کن عالیه. آره عالیه خیلی عالیه.
ویدیو ادامه هم داره، اصلا انقدر چهره‌ایشون زیباست. آره باک ویدیو بعدی نوشته که های، بازم های مای نیوز. چه نانازه، خیلی قیافه بچه نانازه، لبخندش خیلی باحاله. اوکی میشه معلوم یه نفر اونجا دستشو گذاشته بود. ببین یه نفر پشت دوربینه داره اونجا دلقک بازی در میاره، این اونجا نگه داشته بچه نیفته، بچه بخنده. خیلی باحاله. اوکی بریم ببینیم چیه. این اونه؟ من از شما نظر میخوام، این اونه؟ باور کنم من اول فکر کردم نوزاد پسره. نوزاد پسره، ولی خیلی قشنگ شدی، خیلی قشنگ. ببین خیلی قشنگ شدی نا، همه تون قشنگ. این تنانتی شیراز هم هستش فکر کنم همه تون قشنگی. فرش زنگی خیلی قشنگ شده، باریکلا خدایی خیلی قشنگ شده، باریکلا. آره تو پایستال خفن، عالی. و این بود از ویدیوهای چالش تغییر که گرفتیم و دیدیم. به به چه تغییرایی حالا چه تغییرایی کردن ماشاءالله. آره خیلی خفن بودن، خداییش خفن بودن، عالی. دمتون گرم که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردیم. بازم میگم لایک، کامنت، ساب همینا فراموش نشه. کامنت که واسه دلگرمیه، لایک هم همینطور، ساب خیلی ازتون ممنونم. پیج اینستا هم دارم، اگه خواستیم برید اونجا هم فالو کنید، اسمم همینه، تاتامیکو. دمتون گرم که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردیم. خدا نگهدار.